افتخاری نصیب ما شده امروز هم در خدمت رکورددار ازدواج خالو یوسف، کسی که 15 بار ازدواج کرده و 54 تا فرزند داره. و چند تا نوه داری شما؟ تقریبا اول سلام کن خدمت دوستان عزیز. سلام خدمت دوستان عزیز. خب چند تا نوه داری؟ 310 310 تا نوه داری. نوه دارم. نتیجه که نداری هنوز؟ نه هنوز ندارم، ولی نوه داری. نوه دارم ولی 6 تاشون ازدواج نکردن هنوز. 6 تا از بچه‌هاتون ازدواج نکردن. بله. بعد عرضم به خدمت، بازم شما قصد داری ازدواج کنی؟ بله قصد دارم، نمیتونم بدون ازدواج. اصلا شما بدون زن نمیتونی؟ نه اصلا. تا حالا شدی توی عمرتون بدون زن نباشی؟ مسافرتی جایی بدون زن تا حالا بودی؟ نه به هیچ عنوان نمیتونی. حتما باید سر کار که نمیشه حالا زن بیاری اینجا. آره همون بالاخره جای مسافرتی هر جا بدون زن تا حالا نبودی، یعنی هیچ شبی بدون زن نبودی. یه سوال خصوصی میتونم بگم؟ بفرمایید. ببینم شما هر شب، منظورم شما هر روز هر صبح دوش میگیری؟ من بله هر روز در شبانه روز چند بار دوش میگیری؟ 3 بار میگیرم. 3 بار دوش میگیری؟ بله. آفرین، خوشو به اشتهات. بعد بازم میخوای زن الان از کجا بگیری؟ حالا دل من میخوام محل خودمون باشه. محل خودت. یعنی این همه زن گرفتی از جاهای مختلف، حتی از فیلیپین، حتی از آفریقا هم زن گرفتی. الان اون زنی که از آفریقا گرفتی بچه‌تون چه شکلیه؟ شکل خودمونه. سیاه نشده؟ سیاه سفیده نه؟ تقریبا مایل به سیاهه. مایل به سیاه ها؟ دو رنگ یعنی. دو رنگه. جالب اینجا خالو یوسف غیر از زن اولش تمام زنای بعدیش یا بیوه بودن یا به هر حال مطلقه یا شوهرشون فوت شده. خیلی کار خیری ایشون انجام میدن. خدا خیرتون میده که دست فقیرا رو میگیری، به هر حال نمیذاری کسی بدون سرپرست بمونه. و یه سوالی از شما دارم. بله. میگن شما ماهی کولی خیلی دوست داری بخوری. آره خود ماهی کولی درست میکنم. این ماهی کولی برای چی خوبه؟ برای همه چی، برای بدن خوبه. برای بدن خوبه؟ برای کمر خوبه؟ بله. یعنی شما تا حالا نشده کمر درد بگیری؟ کمر درد نه، یک بار در زندگی گرفتم. یه بار نه؟ بله. اون یه خیلی فشار اومده کمر. بله نه. سعی کن زیاد به کمر فشار نیار، کارتو خوب انجام بده. بله. و انشالله خالو یوسف بتونه رکورد دنیا رو هم بزنه. فعلا 310 تا نوه. بله. و 54 تا بچه 6 تا زن نگرفتن و 6 تاشو که ازدواج نکردن و 15 تا همسر. شما بگی جمعیت خانواده خالو یوسف چند نفره؟